آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی دوام 15 دقیقه نشر می شوند. درود بیننده گرامی، امروز 15 ایون است. نگاه به سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا و ایران اعلام کردند که به سازش رسیدند و هفته روان در ژنو اعلامیه پایان دائمی و فوری نزاع در خاورمیانه را امضا خواهند کرد. جسد سابق افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محمد جان بازاروف که از طرف روسیه به جنگ اوکراین سفر شده بود در زادگاهش ناحیه واسع به خاک سپردند. یک جوان تاجیک که از اسلام رو گردانده است ترس دارد که حکومت مالزیا او را به تاجیکستان اخراج می‌کند. دیروز زمانی که ازدحام بزرگی مردم به تماشای مسابقه یک حربی بدون قاعده و یا UFC به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا در کنار قصر سفید جمع شده بودند، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در این روز 80 سالگیش را جشن می‌گرفت، اعلام کرد که سازش پایان جنگ در خاورمیانه به دست آمده و روز 19 ایون در ژنو به امضا خواهد رسید. در این باره همکارم میرزانبی خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید چارچوب سازش ختم نزاع در خاورمیانه، باز شدن گلوگاه هرمز و قطع محاصره بندرهای ایرانی از طرف نیروهای آمریکا حاصل شده است. وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت سازش با جمهوری اسلامی تکمیل شده است. به قول ترامپ سازش امکان میدهد که در دوام 60 روز آینده واشنگتن و تهران به طور مفصل توافق صلح را ارزیابی کنند. سروزیر پاکستان شهباز شریف این خبر را تصدیق نمود، افزود است که مراسم امضای سازش 19 ایون در ژنو دایر خواهد شد. پاکستان در مذاکرات آمریکا و ایران نقش میانه‌رو را بر عهده دارد. آمریکا وادار به امضای مقامداران ایرانی هم در نوبت خود صبح روز دوشنبه ابراز داشتند که توافق پایان دائمی و فوری جنگ در تمام جبهه‌ها و از جمله لبنان را در بر می‌گیرد. وزارت کارهای خارجه ایران گفته است که بعد امضای سازش در تاریخ 19 ایون روای آزاد در هرمز تامین خواهد شد. امضای سازش بزرگترین اقدام در سمت تامین صلح پایدار در خاورمیانه خواهد بود که 28 فوریه با حمله‌های هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز یافت. خبرگزاری ایرانی مهر نوشته است که اعلامی همدیگر فهمی جانب‌ها از 14 بخش عبارت بوده. پیش بینی می‌کند که در دوام 60 روز آینده مسائل مربوط با برنامه هسته‌ای تهران و رفع تحریم جمهوری اسلامی حل خود را پیدا می‌کنند. پرزیدنت امریکا اصرار می‌ورزد که عنصر کلیدی هر گونه سازش با ایران کفالت آن است که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دسترسی نیابد و روای آزاد کشتی‌ها در گلوگاه هرمز تامین گردد. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات از منصبداران ایرانی نوشته است که بر پایه سازش ایالات متحده آمریکا موافقت می‌کند که 25 میلیارد دلار را از حساب‌های بسته جمهوری اسلامی باز کند و در جواب تهران عهده‌دار می‌شود که از استحصال و دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری می‌کند. همین منبع افزوده است تا زمان امضای نهایی سازش تهران موافقت می‌کند که از غنیگردانی اوران و بنیاد کارگاه‌های نوی هسته‌ای خودداری خواهد کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نزدیک است، صرف نظر از اظهارات ترامپ درباره روای آزاد در هرمز تاکید کرده است که حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس از طرف ایران و عمان نظارت خواهد شد. نظامیان ایران سازش صلح را پیروزی کشورشان عنوان دادند. جسد یک استاد ورزش و پلکونیک سابق وزارت کارهای داخلی را از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. سال گذشته نزدیکانش خبر داده بودند که محمد جان بازاروف که او را در زادگاهش ناحیه واسع بیشتر با نام محمد وندم می‌شناختند در جنگ اوکراین ناپدید شده است. او یکی از صدها زاده تاجیکستان است که از سوی روسیه به مقابل اوکراین جنگیده کشته شده است. تفصیلات در گزارش کیومرزی‌عطا. محمد جان بازاروف مشهور با نام محمد وندم، سرهنگ سابق وزارت امور داخلی تاجیکستان، تا رفتن به جنگ در اوکراین در تالار ورزشی در روسیه از کراته درس میداد. وی 7 سال پیش با 7 فرزندش از تاجیکستان بر روسیه کوچیده شهروندی این کشور را گرفته بود. نزدیکانش پیشتر در یک صحبت با رادیو آزادی گفتند
که محمدجان بازاروف 2 سال پیش شامل ارتش روسیه شده به جنگ ضد اوکراین رفت ولی سال 2025 ناپدید گشت. جسد یا پیکر محمدجان بازاروف را روز 14 ایون از روسیه به تاجیکستان آورده، روز 15 ایون در زادگاهش ناحیه واسه به خاک سپردند. معلوم نیست که او با چی راه به جنگ روسیه در اوکراین جلب شده و در چه شرایطی کشته شده است. پیوندانش به رادیوی آزادی گفتند او تا سال 2005 در دسته تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا آمان کار میکرد و رتبه پلکاونیک یا سرهنگ را داشت. در نوارها در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که محمدجان بازاروف به تمرین کاراته رغبت دارد و پیوسته این نوع ورزش را تشویق می کند. از این رو او را در زادگاهش لقب وندم قهرمان یک فیلم امریکایی را داده بودند. محمدجان بازاروف یکی از صدها زاده تاجیکستان است که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته می شود. مقامات یگان آمار نمی دهند. طرح زیستن میخواهم اوکراین نام زیاده از 3000 زاده تاجیکستان را نشر کرد که کشته و زخمی شدند یا اسیر افتادند. رادیوی آزادی نیز تاکنون خبری مرگ بیش از 100 زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند نشر کرد. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و این جنگ بیش از 5 سال باز دوام دارد. در حمله های روسیه هزاران نفر کشته و میلیون ها اوکراینی آواره گشتند. مقامات تاجیکستان بارها به شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به جنگ کشورهای بیگانه خودداری کنند، ولی تا این دم علیه یگان نفر برای جنگیدن از طرف روسیه در اوکراین پرونده باز نکردند. یک پناهجوی تاجیک که از دین اسلام رو تافته آتئیست شده است ادعا دارد که مقامات مالزیا میخواهند با وجود تهدید خطر به جانش را به تاجیکستان بازپس فرستند. ادریس شریپوفی 28 ساله از ناحیه حصار میگوید بعد آنکه از دین رو گرداند مقامات میلیسا و امنیت در تاجیکستان او را به جاسوسی متهم کرده عذابش دادند. از این رو کشور را ترک کرد و حالا در مالزیا است. درباره پرونده ادریس شریپوف قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم طاهری سفر و نخست جزئیات قضیه را پرسیدم. ادریس شریپوف در یوتیوب یک کانال دارد و دین اسلام و حکومت تاجیکستان را با لحن بسیار تند و آلوده به دشنام هم تنقید میکند. او روز 15 میون به رادیو آزادی گفت محض به سبب بیدین یا دهری بودنش سفارت تاجیکستان در مالزیا به او پاسپورت نداده است و از این سبب سرسان و سرگردان مانده است. پاسپورت و تاجیکستان را مراجعت کردم. پاسپورت و تاجیکستان در مالزیا مرا گفتن که شید گفتن میتونم اول زنگ زدم من رفتم بعد همون بعضشون اومد سیسو مرا گفت که یک هفته پس بیا گفت یک هفته پس اومدم مرا گفت که یک ماه پس ما تاجیکستان درخواست روی کایگیم گفت جواب نیومده ولی گفت بعد ما در همجا چندین نفر را دیدم او در همجا پاسپورت گرفتگان در موبایل 14 روز گرفتگان اما را پاسپورت ندادم. من یگون روز است نیستم یگون ادام نکشتم یگون جنایت کردم برو اومدم مای تاجیکستان. بعد اخیر ده مرا زایولین نیستن ولایت مالزیا خواستن که مرا تاجیکستان دپورت کنن. بله، رادیو آزادی به سفارت تاجیکستان در مالزیا و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کرده منتظر پاسخ آنها. سوال دیگر از همکارم این بود که چرا ادریس شریپوف فکر میکند که او را محض برای عقیده هایش و یا دهری شدنش تعقیب دارند و یا ممکن است بعد اخراج به تاجیکستان عذابش دهند؟ ادریس شریپوف در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد یک ماجرای علوی برای میراث پدر اول سخت مذهبی شد ولی بعدا از دین اسلام کاملا رو تافت و از همان زمان در تاجیکستان به دردی سر گرفتار شده است. او گفت که بعد از آن که از دین اسلام رو تافت خویشاوندانش هم از او رو گرداندند و گویا یکی از برادرانش به ماموران میلیسا خبر داده است که برادرش بدین شده است. ادریس شریپوف را ماه آگوست سال 2021 زندانی کردند چون در صف ارتش بوده است و هنگام مناقشه مرزی با قرقیزستان از رفتن به جنگ سرپیچی کرده است. سال 2020 اکجان ایدین برو اومدم بعد خونه участковый اومد مرا عدلم بردن گفتم برای تو کی گپ یاد برای چی اتیسیدی تو مسا در کول کیستی امنیت نه فقط برای بردنم غم زدنم مقصد شکنجه دادن امنیت هم شکنجه دادن مقصد بعد نشید سال 2021 تاجیکستان برو اومدم.
بعد ترک تاجیکستان جوان تاجیک از یک کشور به کشور دیگر از جمله از ازبکستان به قزاقستان سپس هند چندی از کشورهای عربی رفته سال 2024 به مالزی رسیده است. بیشتر از یک سال زندگیش را در فرودگاه کوالالامپور سپری کرده و آخر سال 2025 از آنجا بیرون آمده است. ادریس شریپوف این زمان شناسنامه ندارد و کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل عریضه او برای مقام پناهجو را بررسی می‌کند. ادریس شریپوف به رادیو آزادی گفت محض همین عریضه مانع شد تا ماه می گذشته ماموران خدمات مهاجرتی مالزی او را به تاجیکستان باز پس نفرستند. جوان تاجیک حالا امیدوار است که به عریضه‌اش پاسخی مثبت می‌گیرد ولی در مالزی نمی‌ماند چون به قول او مناسبت با مردم دهری در آنجا بد است. میگوید این زمان جایی ندارد و اینجا و آنجا یا در کوچه می‌خوابد. من از همین کشورهای لیدرهای دموکراتی از همین ارگانیزاسیون ای ژورنالیست‌ها ای سیمی همین خواهش میکنم که مرا همین دولت مالزیا با اون کشوری مثل اروپا مثل استرالیا که جای نباشه همین مرا گیرنده همینجا که در اینجا حیات من در خوف مثل حکومت مالزیا مرا همچون اگنت ماساد سریو برآوردگی مثل در اینجا هر یک دقیقه من با ترس گذشته است روز دیگه. تشکر از همکارم طاهری سفر برای این شرح جالب. قصه ادریس شریپوف رو در سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حکومت بریتانیا می‌خواهد توسط نظرخواهی مردمی در پل‌های نو این کشور عکس سیماهای تاریخی را با نمای جانورانی وضع کند. این برنامه طرفداران زیاد داشته است ولی مخالفان آن هم کم نبودند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد. عکس کدام جانوران در پل نو بریتانیا جای داده شود. روباه و چندین نوعی پرنده و ماهی از نامزدهای می باشند که عکسشان در پل‌های نو بریتانیا نشر خواهد شد. بانک انگلیس سال 2025 پیشنهاد کرد که در پل‌های نو این کشور به جای عکس‌های سروزیر سابق وینستون چرچیل، ادیبه جین آستن و دانشمند ریاضیدان آلن تورینگ عکس جانوران چاپ شود. در مشورت با حامیان وحوش برای انتخاب در نظرخواهی مردمی 18 جانور مطرح گشت. بعضی ساکنان این کشور و به ویژه احزاب مخالف حکومت بریتانیا از این اقدام خوشحال نیستند. به قول آنها به این وسیله سیماهای مهم تاریخ و فرهنگ و علم کشور از نظر مردم دور خواهند ماند. به فکرم عکس سیماهای تاریخی در پل خوب است. آن امکان می‌دهد که مردم تاریخ و گذشته ملت را فراموش نکنند. میفهمم که بعضی ها با گذشته و تاریخمان مشکل دارند. به عقیده من مردم باید این چیزها را در چارچوب دور و زمانش بها دهند. به فکرم تصمیم دور کردن عکس این سیماها تا حد سیاسی می باشد. در میان جانبداران برنامه هم نظرها مختلفند. به من قشقلداق و خارپشتک معقول است. روباه باشد. نظرخواهی مردمی تا 3 ایول ادامه می کند. سپس رئیس بانک انگلیا اندرو بیلی تصمیم خواهد گرفت که عکس کدام جانوران را در پول 5، 10، 20 و 50 فونت استرلینگ جای دهد. عکس سلاله ملکی بریتانیا که از سالهای 60 قرن گذشته در پول این کشور سکه زده می شود از بین نخواهد رفت. بر علاوه خاطر نشان شده است که نشر پول نو و ورود آن به معاملات مدتی را در بر خواهد گرفت. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی آرگی رادیوی آزادی و صفحه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس و ادنا کلاسنیک را پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار شما باشد.